سلام به روی ماهتون. مادام هستم، اومدم برای شما با یک انرژی خانی دیگه، با کارتای تاروت و آسترولوژی، شمع قهوه‌ای و شمع زرد. اگر این ویدیو اومده جلوی چشمت شاید اتفاقی نباشه. یک نفس عمیق بکش، نیت کن، ببین جزء گروه اول هستی و یا گروه دوم. دلت بیشتر سمت کدوم کشیده میشه؟ هر گروه که انتخاب کردی همون پیامیه که امروز باید بشنوی. میریم برای بر زدن کارت ها خدمت شما دوستان عزیزم. گروه اول از دک تاروت. خب تاروت رو بچینیم. گروه اول، گروه اول آسترولوژی هم بر بزنیم. و آسترولوژی هم کارتاشو میچینیم این بغل برای شما دوستان که تفسیرش و تعبیرش رو داشته باشیم. گروه اول، عزیز دلم، اولین چیزی که من از انرژی این شخص میبینم اینه که تو هنوز از ذهنش بیرون نرفتی، حتی اگر هیچ پیامی بینتون رد و بدل نشده باشه یا ظاهرش جوری باشه که انگار بی تفاوته، ولی نه، این آدم هنوز بارها بهت فکر میکنه. این شخص وقتی به آینده فکر میکنه ناخودآگاه تصویر تو هم میاد توی ذهنش، انگار یک گوشه ای از قلبش تو رو آدمی میبینه که میتونه باهاش آرامش و ثبات داشته باشه، ولی یه زخمی بینتون هست، یک سوء تفاهم، یک دلخوری یا یک اتفاقی که هنوز کامل از دلش بیرون نرفته. و کارت ها داره دقیقاً میگه هنوز دردش رو با خودش حمل میکنه. شاید خودش باعث اون درد شده، شاید هم تو، ولی هرچی بوده هنوز ته دلش مونده. و کارت ها میگه که این آدم دلش میخواد یه قدم برداره، انگار با خودش میگه دیگه بسه، باید یه کاری بکنم، اما هنوز بین عقل و دلش گیر کرده. و کائنات میگه که خیلی حواسش به تو هست، شاید از دور پیجت رو داره نگاه میکنه، شاید خبرت رو از دور و اطرافیان از بقیه میگیره، شاید حتی هر از گاهی منتظره که ببینه که تو حرکتی میکنی، قدمی بر میداری یا نه. و این کارت ها خیلی قشنگه، میگه ته دلش آرزوی یک رابطه آروم، صمیمی و واقعی با تو رو داره، ولی غرور، ترس یا همون زخمای گذشته نمیذاره راحت جلو بیاد. و در دک‌های آسترولوژی آسترولوژی چه پیامی رو برای شما داره؟ میگه تو خیلی به هدفت نزدیک شدی، یعنی اگر مدت‌ها منتظر بودی این آدم احساس نشون بده، فاصله زیادی تا اون اتفاق نمونده. فقط یک پیام مهم هم داره این کارت‌های آسترولوژی. میگه رویا قشنگه ولی باید واقع بین باشی، و مهمتر از همه میگه اجازه نده غرور عشق رو از بین ببره. احساس این شخص نسبت به تو واقعیه، ولی اگر هر دو طرف فقط منتظر باشین که اون یکی قدم برداره ممکنه فاصله طولانی تر بشه. حالا بریم سراغ گروه دوم. گروه دوم، بریم دک‌های تاروتتون رو بر بزنیم. یه کارت افتادیم بر. خب گروه دوم کارت تاروت و دک آسترولوژی هم بر بزنیم. دک های آسترولوژی رو هم بر بزنیم. گروه دوم از دک های آسترولوژی این بغل
بچینیم. خب بریم برای تفسیر گروه دوم. وای، این گروه یک انرژی خیلی عمیق داره. این شخص نسبت به تو احساس داره، ولی احساسش قاطی شده با ناراحتی، ترس، عصبانیت یا خاطراتی که هنوز ازشون عبور نکرده. انگار یک چیزی بینتون مونده که هیچ وقت کامل حل نشده و کارتا میگه که بحثی بینتون بوده یا یکی از شما احساس کردی بازنده اون رابطه هستی، ولی جالبه با وجود همه این اتفاقها هنوز نتونسته کامل از دل خودش شما رو بکنه. اوکی، شما رو از دل خودش بیرون بندازه. فعلا در حال حاضر میگه انگار سکوت کرده، نه به خاطر اینکه دوستت نداشته باشه ها، نه، به خاطر اینکه داره با خودش میجنگه و انرژی کارتا میگه این آدم خیلی چیزها رو ازت پنهون کرده. شاید هیچ وقت نگفته چقدر دلتنگت شده یا چقدر از اینکه تو رو از دست بده میترسه. و کارت بعدی داره میگه نترس، این کارت پایان نیست. تعبیر بزرگی داره این اتفاقات، این کارت هایی که افتاده. انگار این آدم داره پوست میندازه، داره آدم قبلی رو کنار میذاره تا با فکر و انرژی جدید وارد زندگیت بشه. و کائنات میگه احتمال پیام، شروع دوباره یا حتی آشنایی از نو وجود داره و تو از نظر این شخصی که آدم با ارزش، قابل اعتماد و خاص هستی. شاید همیشه این رو به زبون نیاورده باشه ولی تو رو دست کم نگرفته. و پیام آسترولوژی چی هستش اینجا در کارت های آسترولوژی برای شما فالتاروتیای عزیزم؟ پیام آسترولوژی هم خیلی واضحه. میگه وقتش تمام احساسات منفی رو رها کنی، اما زمان شفاست، هم برای تو هم برای اون کراشت، کیس احساسیت. میگه وقت عمل کردنه. یعنی انرژی این رابطه دیگه نمیخواد فقط توی سکوت بمونه. اتفاقی که در حال شکل گرفتنه کمی میتونه مسیر این ارتباط رو عوض کنه، به شرطی که گذشته رو تا ابد با خودتون حمل نکنید. یادتون باشه این یک انرژی خانی پابلیکه و ممکنه برای همه 100% یکسان نباشه. اگر با انرژی این پیام هایی که من برات تفسیر کردم ارتباط گرفتی، برام بنویس شما گروه اول بودی یا گروه دوم، چقدر با شرایطتون هماهنگ بود. گروه اول قلب بنفش، گروه دوم قلب قرمز بذارید و بنویسید که چه گروهی هستید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه، چون قوت قلبه که برای اینکه من ویدیوهای زیادی درست کنم، اون ویدیویی که شما دوست داری رو درست کنم. تشکر. آمین که بهترین ها برای شما دوستان باشه.